سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به کانال یوتیوب من فریبا هستم. تو کانال یوتیوبم راجع به لباس و فشن و مد و ترند و این چیزا حرف میزنم. از اونجایی که خودم عاشق لباسم، همیشه فشن شو و رانوی‌های دیزاینرهای مختلف رو چک میکنم و میام اینجا بهتون ترندهای هر فصل رو تمام و کمال بهتون میگم. امروز هم قراره با توجه به این چیزایی که توی فشن شو دیدم بیام 8 تا ترندی ترین کفشای بهار و تابستون 2024 رو بهتون معرفی کنم. اولین کفش ترندی امسال برای بهار و تابستون لوفرها هستن. من خودم عاشق لوفرام. به نظرم برای بهار و تابستون خیلی گزینه‌های خوبی هن. هم راحتن، هم میتونید با استایل کژوال ازشون استفاده کنید، هم با استایل کلاسیک. البته لوفرها رو بیشتر توی استایل کلاسیک ازش میشه راحت‌تر استفاده کرد، اما با توجه به این چیزایی که من الان دارم میبینم، حتی توی استایل کژوال هم میتونید از لوفرها استفاده کنید. اما لوفرهایی که برای امسال ترند شدن اصولا یه ذره قالباشون یا حتی لژایی که دارن بلندتره و قالباشون بزرگتره، یعنی به اون ظرافت لوفرهایی که حالا توی سال قبل تدیدین نیستش. یه ذره قالباشون بزرگتره، چیزایی که برای امسال ترند شدن. دومین کفش ترندی که میخوام بهتون معرفی کنم امسال خیلی ترند شده و خیلی ترکونده، جوری که توی همه فشن شو، یعنی اکثر برندهای دیزاینر توی کالکشناشون از این مدل کفش استفاده کردن. حالا اینا چیان بچه‌ها؟ کفشای پاشنه بلند کوتاه که حالا میتونن بوت باشن یا فقط یک کفش پاشنه بلند کوتاه باشن. خب اینا برای امسال خیلی ترنده و استایل کردن باهاشون خیلی خوشگله، چون هم متفاوته، همین که استفاده کردن ازشون خب خیلی راحت تره. و این مدل کفش‌ها حالا با توجه به اینکه بوت باشن حالا یا یک کفش پاشنه باشن، شما میتونید توی استایل هم کژوال هم استایل کلاسیکتون ازشون استفاده کنید. پرانتز بگم بچه‌ها، من این ترند خودم خیلی دوستش دارم. چرا؟ چون اینکه کفش پاشنه بلندش کوتاهه، یعنی اینجوریه که شما میتونید توی استایل روزمره‌تون هم ازش استفاده کنید بدون اینکه حالا پاتون خیلی درد بگیره. و اینکه نکته بعدیش اینه که داریم پاشنه بپوشیم، یعنی استایل اون میتونه خیلی شیک‌تر و فنسی تر باشه به نسبت حالا کفشایی که فلتن. ترند سوم مطمئنم توی سوشال مدیا خودتون دیدید، کفشای بالرین. بچه کفشای بالرین فکر می‌کنم که حدود چند ماه پیشه که خب خیلی ترند شده. واقعا خب ترند خیلی خوشگلیه، با استایل کلاسیک خب خیلی خوشگله، اما با استایل کژوال هم میتونید ازشون استفاده کنید. چیزی که متفاوت کرده واسه حالا فصل بهار و تابستون، اصولا دیزاینرهای مختلف اومدن حالا کفش بالرین رو با شکل و دیزاینهای مختلفی طراحی کردن که خب باز متفاوت‌تر و خوشگل‌ترش کرده برای این فصل. اگه استایل‌های کاوبویی و وسترنی رو دوست دارید، این ترند برای شماست. ترند بعدی بوتای نیم بوتای وسترن یا همون کاوبویی هستش که اینا برای 2024 خیلی ترند شده. خب خیلی ترند متفاوتیه. خب میگم اگه به سلیقتون بخوره، خب واقعا ترند خیلی خیلی متفاوت و خاصیه. و از قشنگی این بوتای کاوبویی یا همون وسترنی که با هر آوتفیتی بچه‌ها اینا رو میتونید استایل کنید. حالا از یه استایل کلاسیک گرفته یا حتی با یه دونه شلوار جین میتونید اینا رو ست کنید. خب اگه خیلی طرفدار استایل کلاسیک نیستی و دنبال یه بوت خیلی خیلی کژوال میگردی، بوتای بایکر مناسب شماه. بچه‌ها بوتای بایکر برای امسال خیلی ترندن و چیزی که خب برای امسال خیلی متفاوت‌تر و ترندی تره، با این سگک‌های خیلی زیاد و گنده‌ای که خب روی این بوتا هستش. بوتا کلا قالباشون خب برای امسال خیلی بزرگتره و این سگک‌هایی که داره خب خیلی بیشتره. البته این سگک‌ها رو نه تنها روی این بوتا، امسال حتی روی کفشای پاشنه بلندن می‌بینیم که حالا مشخصه که خیلی ترندن برای امسال. و اما ترند کتونیایی که برای این فصل همچنان ترندن، کتونیا با استایل رترو هستش که بیشتر اومده از فازهای قدیمی الهام گرفته. بچه‌ها این کتونیا رو برای این فصل حالا ما میتونیم با رنگایی که کنتراست زیادی دارن استفاده کنیم یا حتی با رنگای مینیمال هم برای این فصل خب خیلی ترنده. اما اگه یه خوبی بتونم راجع به این کتونیا بهتون بگم، اینکه با هر نوع استایلی میتونید ازشون استفاده کنید، از دامن گرفته تا شلوار جین یا حتی با یه استایل اسمارت هم میتونید از این کتونیا استفاده کنید. ترند بعدی رو میدونم شما هم خیلی دوستش دارید، کفشای نوکتیزه که حالا میتونه فلت باشه، حالا میتونه پاشنه هم داشته باشه. البته که این کفشای نوکتیز برای امسال خب خیلی نوکتیز ترن، یعنی سرشون خیلی نازک تره و اینکه خیلی کشیده تر هم هستن.
خب این ترند رو من خیلی دوستش دارم، خب چون استایل رو خیلی شیک میکنه و در این حال خیلی متفاوته. البته که با استایل کلاسیک من خیلی بیشتر دوستش دارم، فکر میکنم که فقط با استایل کلاسیک خوب بشه، اما تا میتونید تو این فصل به نظرم ازش استفاده کنید. ترند بعدی کفشای مری جین هستش که اینم من مطمئنم توی سوشال مدیا یا حداقل توی پینترست و اینستاگرام دیدینش، چون توی این چند ماه اخیر خیلی استایل زیادی مثلا برای زمستون باهاش دیدیم که برای زمستون بیشتر میامدن با این جورابای کلفت بلند ازشون استایل میکردن که حالا برای بهار و تابستون هم همچنان ترنده، البته بدون اون جورابا. و چون رنگای ترندی امسال قرمز و زرشکی توی این توناژ بود، بیشتر توی رنگای مشکی و زرشکی خب این مدل ترنده. و ترند آخری که راجع به کفشا میخوام بهتون بگم، کفش پاشنه دار با استایل کابوی، جوری که رویه کفش بچه کاملا بلنده. خب این یه مدلیه که خب من خودم میتونم بگم تا حالا ندیده بودم. خب یه سبک خیلی جدیده که برای 2024 خیلی ترنده، یعنی توی اکثر فشن شوها این سبک کفشا رو خب خیلی زیاد دیدیم که خب الان حتی توی فست فشن هم خیلی زیاد شده. خب این مدل کفشایی که من بهتون گفتم ترندی ترین کفشای 2024 بودن که توی اکثر فشن شوهای 2024 و حتی الان توی همه برندهای فست فشن مثل زارا، برشکا میتونید این مدل‌ها رو پیدا کنید. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. حتما نظرتون رو بچه‌ها برام کامنت کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چند ثانیه وقت بذارید که ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. کلی مراقب خودتون باشین.